آرتش به معنی آرایش آتش نامیه که به قشون ایران پس از رضاشاه دادند. بیشک یکی از خدمات رضاشاه به ایران این بود که میخواهم در این ویدیو ابعاد اون رو بررسی کنم. سلام به همه دوستان عزیزم. لازمه که فرارسیدن نوروز 1403 رو خدمت همه شما تبریک بگم. از صمیم قلب آرزو میکنم که امسال آنطور رقم بخوره که مورد علاقه دوستداران وطنه. بدون هیچ گونه فوت وقت بپردازیم به موضوعمون. ارتش یا آنطور که عرض کردم آرتش به معنی آرایش آتش یکی از اولین کارهای رضاشاهه. پیش از اون در زمان صلح هیچ گونه قشون ملی در کشور نبود. شاه اطراف خودش نیروهایی داشت. مثلا در سال 1809 جیمز موریه گزارش میده که فتحعلی شاه قاجار 12,000 محافظ شخصی و 3,000 سوار نظام داشته. پیش از رضاشاه هم عباس میرزای ولیعهد در جنگ‌های ایران و روس قشون ایران را بازسازی کرد، ولی نتونست آنطور که باید تأثیر بگذاره. مضاف بر این نیروهای خارجی هم در ایران بودند. مثلا نیروهای قزاق که از دوران صفوی در ایران حضور داشتند، اما در دوران قاجار بسیار قدرت گرفته بودند. رؤسای این قوای قزاق از روسیه به ایران فرستاده می شدند. اصلا سابقه نظامی رضاشاه در دوران پیش از سلطنت تثبیت شده در نیروهای قزاق بود و در آنجا سمت میرپنجی گرفت که برابره با سمتی بالاتر از سرتیپ و پایینتر از امیرتومان. 5 تیپ یعنی 10 هنگ یا 10 فوج یعنی 5,000 نفر تحت فرمان میرپنج بودند. همچنین پلیس جنوب نیرویی بود از طرف انگلستان برای حمایت از منافع دولت فخیمه در جنوب ایران. در تاریخ جنوب روایت‌های زیادی از ظلم و ستم اونها به مردم شده. دولت‌های ایران همیشه از به رسمیت شناختن پلیس جنوب خودداری می‌کردند و نارضایتی از این یگان را به سفرای انگلیس گوشزد می‌کردند. نیروهای ژاندارمری هم از دوران احمدشاه و سال 1290 با ریاست افسران سوئدی در ایران درست شده بود. ژاندارمری نزد میلیون محبوب بودند. مردم اونها رو از خودشان میدونستند. افسران سوئدی ژاندارمری حاضر به اجرای مقاصد انگلیسی ها نبودند. انگلیسی ها حتی مانع احقاق حقوق اونها بودند و به سبب بیپولی خشم و نفرت ژاندارمری متوجه انگلیس شد. جز اینها یک بریگاد مرکزی هم در ایران وجود داشت که سابقه تأسیس آن به 1295 شمسی برمیگرده. در اون زمان حکم اون صادر شده بود، ولی در سال 1298 عملاً تشکیل شد. این بریگاد شامل یک ستاد، یک هنگ پیاده، یک هنگ سواره، یک هنگ توپخانه و یک مدرسه برای آموزش صاحب منصبان بود. با این حال نفوذ دولت مشروطه در دوران قاجار از پایتخت بیرون نمی رفت و تشکیل ارتش منظم، ارتش مدرنی که تضمین کننده امنیت دولت مشروطه باشه، خواستی ملی بود. آمدن رضاشاه و تشکیل ارتش شاهنشاهی ایران تأثیر زیادی در ایجاد نظم و پایان دادن به ناآرامی ها داشت که در گوشه گوشه مملکت ایجاد شده بود. 15 آذر ماه 1300 فرمان شماره 1 قشون یعنی فرمان اول تشکیل ارتش ایران صادر شد. بر اساس این فرمان نیروهای نظامی ژاندارمری و قزاق در هم ادغام شدند و 1 ماه پس از آن در 15 دی 1300 ستاد فرماندهی ارتش نوین ایران با 5 لشکر تهران، تبریز، همدان، اصفهان و مشهد تشکیل شدند. استعداد این ارتش
تنها 5 سال پس از آن در سال 1305 به زحمت به 40,000 نفر می رسید. اما نیروی نظامی که 3-4 سال پیشتر حتی نمی توانستند پایتخت را اداره کنند، حالا جای خودشان را به ارتش شاهنشاهی داده بودند که برای 4 گوشه مملکت امنیت آورده بود. همان زمان که این ارتش در حال تشکیل شدن بود، بودجه هایی هم برای آموزش نیروی نظامی در نظر گرفته می شد. با 13,000 تومان بودجه 56 دانشجو و 4 افسر برای تحصیلات افسری به فرانسه و مدرسه های نظامی آنجا مانند سنسیر و پواتیه اعزام شدند. سلسله مراتب یا همون چین آف کماند در ارتش شاهنشاهی به جای اینکه مانند گذشته مبتنی بر ارث و ارتباط باشد، کاملا بر اساس لیاقت بود. کسی که میخواست به مراتب بالا دست یابد میبایست راه خودش را از کف آغاز میکرد و طبیعتاً تا جایی که لیاقت اوست اوج میگرفت. البته همین ارتش نصف و نیمه هم در آن شرایط فقر مملکت 40% بودجه رو میخورد. نکته این که از همون ابتدا هم 3 نفر در مجلس شورای ملی بر علیه تشکیل ارتش منظم نطقهایی داشتند: سید حسن مدرس، محمد مصدق و عجیبتر از همه سید حسن تقی‌زاده. ارتش رضاخانی در ارتباط با ساختار اقتدارگرا و نظام سلطانی در آن دوران شکل گرفته بود و به جز ناآرامی‌ها جلوی فعالیت‌های گریز از مرکز و نظم گریزانه را هم می‌گرفت. ارتش به همه عرصه نفوذ کرده بود. ارتش تبدیل به مرجع اصلی قدرت شده بود و سهم آن هم در حکمرانی افزایش یافت. نه تنها بودجه را صرف خود می‌کرد که وظایف ارتش و وظایف شخص اول مملکت در هم گره خورده بودند. بیشک چنین ارتباطی منتهی به نارضایتی‌هایی و بیم و تردیدهایی حتی در درون ارتش می شود، چنانچه سرهنگ محمود پولادین در دوران رضاشاه به اتهام کودتا اعدام شد. سرهنگ محمد حسین آیرم فراری شد. سرتیپ محمد درگاهی بعداً در دهه 30 خورشیدی از ارتش اخراج شد. عملیات‌های نظامی برجسته‌ای توسط ارتش شاهنشاهی اجرایی شد. گروهک‌هایی که به دلیل شرایط نابسامان پس از جنگ جهانی اول در گوش و کنار سر برآمده بودند، یک به یک سرکوب شدند. شیخ خزعل، سیمیتقو، میرزا کوچکخان جنگلی، خیابانی در آذربایجان، سرکوب محمد تقی‌خان پسیان، اینها همه از جمله عملیات موفق دوران رضاشاهیه. در اعلامیه سردار سپه در روز 13 آبان 1303 هنگامی که برای سرکوبی شیخ خزعل به خوزستان میره چنین مینویسه: میروم تا آخرین نغمه ملوک و طوایفی را از میان بردارم یا در زیر خرابه های شوش مدفون شوم. این نشان میده که رضاشاه کاملا به مسئولیت و رسالت خود آگاهه. میدانه که در مسیر یکپارچگی ایران قدم میزنه. در مواردی مانند سمیتقو نیازی به کار سیاسی نبود، اما برای شیخ خزعل عامل انگلیس کاملا نیاز به پیش زمینه و مانوری سیاسی بود. انگلستان برای حفاظت از شیخ خزعل 3 ناوچه توپدار و یک گردان رو از هندوستان به منطقه فرستاده بود، اما با اینها هم نتوانست در آن زمان از عامل خود حفاظت کند. اما چرا این ارتشی که در برابر شورشیان داخلی اینقدر سختگیر بود نتوانست در برابر نیروهای خارجی، نیروهای متفقین مقاومت کنه؟ البته به موضوع اشغال ایران در آینده خواهیم رسید. توجه دوستانم رو به این موضوع جلب می‌کنم که ارتش ایران به دستور فرماندهان و سیاستمداران ترک مخاصمه کردند. مقاومت ارتش ایران در برابر 2 ارتش قدرتمند جهان که نیروهایشان در حالت جنگ جهانی دوم بودند
اصلاً تصمیم معقولانه‌ای نبود. نتیجه آن تنها ویرانی کشور بود. ارتش 17 ساله ایران با چند هزار سرباز نمیتونست با ارتش انگلیس روبرو بشه که در اوج جنگ جهانی 8,270,000 نیرو داشته، یا روسیه‌ای که 6,400,000 نیرو داشته. سپیده دم روز 3 شهریور 1320 نیروهای اتحاد جماهیر شوروی از شمال و شرق و نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب ایران رو مورد حملات هوایی و زمینی و دریایی قرار دادند. در همان زمان سفیر کبیر شوروی و وزیر مختار بریتانیا در منزل رجب علی منصور نخست وزیر ایران حضور پیدا کردند و حمله قوای خود رو به ایران ابلاغ کردند. بلافاصله جلسه‌ای در کاخ سعدآباد با حضور رضاشاه تشکیل شد و موضوع حمله به ایران و نقض بی‌طرفی مورد بحث قرار گرفت. متفقین دلیل این حمله رو وجود تعداد زیادی کارشناس آلمانی در ایران می‌دانستند که به دلیل بی‌اعتنایی به 2 التیماتوم قبلی دولتین روس و انگلیس به وقوع پیوسته بود. نیروهای متفقین در ساعت 4 صبح 3 شهریور 1320 به کشور وارد میشند. نیروهای دریایی ایران در دریای خزر بمباران میشند. شهرهای تبریز، اردبیل، ارومیه، خوی، احر، میاندوآب، ماکو، رشت، بناب، مهاباد، میانه، اهواز و بندر انزلی مورد حمله هوایی قرار میگیرند و لشکرهای تبریز و ارومیه و گیلان و اردبیل و کرمانشاه متلاشی شدند. تنها لشکرهای مجهز 2 پادگان مرکزی در اطراف تهران به حالت دفاعی درآمدند. رضاشاه در ساعت 9:39 25 شهریور 1320 استعفا داد و با صحنه‌گردانی محمد علی فروغی از تغییر سلطنت که خواست انگلیس بود جلوگیری شد و ولیعهد جوان در 4 بعد از ظهر روبروی مجلس قسم پادشاهی خورد و رسما پادشاه ایران شد.